بالای اونها تحلیل کنیم. موضوع اولی ما در موضوع برادر سهراب ظفر خواهد بود که رهبر حرکت سیاسی گروه 24 که از برادران نزدیک من که امروز در زندان است و دیروز زودروزش بود. ما یک بیانیه در مورد زودروزی اون نشر کردیم و هر روز اگر بخشای مستقیم در مورد سهراب ظفر بکنیم و صحبت کنیم این باز هم کمتر است، چون حق او آزادی است، حق او زیستن است، حق او مبارزه بردن است، حق او رهبری است. اما نتوانستیم متاسفانه امروز سهراب ظفر را آزاد کنه و امروز در کنار ما و شما باشد و مبارزه خود را ادامه بدهد در تاجیکستان برای مردم، برای ملت، برای کشور، برای ارزش‌های دینی و ملی خدمت بکند. متاسفانه ما این کار را تواناییش نداشتیم و تا امروز متاسفانه این توانایی را نداریم و این باعث کرده است که چنین برادران، چنین کادرها، چنین ارزشمندان بروند در داخل زندان باقی بمانند و ما خود متاسفانه در جایی که باید ما زندان باشیم چنین برادران آزاد باشند آزاد است. ولی به هر حال ما خودت هر بهانه‌ای را که پیدا کنیم که بتوانیم در مورد چنین فرزندان ملت صحبت بکنیم دریغ نمی‌داریم و همیشه در فکر نظر خودمون رو در مورد اینها خواهیم گفت، صدای او خواهیم بود تا زمانی که این برادران در زندان خواهد بود. ما صدای اونها خواهیم بود، ما سلاح اونها خواهیم بود، ما فکر اونها رو خواهیم داشت و همیشه در تمام موقع‌ها و جایها صدای این زندانیان خواهیم بود. هیچ وقت حکومت امامی رحمان رو فراموش نکند که با زندان کردن سهراب ظفر، نسیم جان شریف و ده فعالان جامعه شهروندی، مبارزان، سیاسیون، نمیفهم هر کسی باشه، روزنامه‌نگاران، صدای اونها را خاموش میکند. ما صدای اونها خواهیم بود و تا جمله آخر حرف اونها را خواهیم زد تا زمانی که باز ما نیز مثل اونها زندان کردن نشویم و مطمئن باشد که اگر ما زندان کرده شدیم باز هزارها نفر دیگر به مثل ما صدای ما خواهد بود، فکر ما خواهد بود و وجودیت ما و نبود ما رو در این مبارزه چکار میکند پره خواهد کرد و این مبارزه راهش کمتر کردن نمی شود و هیچ وقت کوتاه کردن نمی شود. برای همین برادران و خواهران گرامی بیایید با هم مبارزه رو بیشتر ادامه بدهیم و کوشش کنیم در بخش مستقیم فعالانه اشتراک کنیم و صحبت کنیم. دوستان گرامی و برادران عزیز و گرامی قدرم، همونطوری که ما گفتم در موضوع برادر سهراب صحبت می‌کنیم. همونطوری می‌دونید برادر سهراب ظفر 24 نوامبر تولد شده است در سال 1978. او یکی از برادران جسور و مبارزی ما بود که سالها در راه مبارزه و ایستادگی ایستاد و مبارزه بود و فکر نظر خود را بیان داشت بدون ترس و هراس. زندان شد، تهدید شد، هزارها سختی‌ها بالای سرش اومد، مالش را از دست داد. به علاوه همین در مقابل دیکتاتور ایستادگی کرد، مبارزه بود و ما کوشش میکنیم که در این نوار از شروع مبارزه آشکار سهراب ظفر کمی برای شما معلومات بدیم. اگرچه ما در نوار به طور مفصل این چیزها رو گفتیم در نوار قبلی که 10 دقیقه پیش ما تماشا کردید، 10 دقیقه ادامه داشت، ولی بازم با طور دیگری ما میخوایم ساده تر کرده با شما این معلومات رو ادامه بدیم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، من سهراب ظفر رو از سال 2014 اینجوری میشناسم و تا سال 2014 اصلا شناسایی به سهراب ظفر نداشتم و از سال 2014 ما یک 14 میلیون یکی از کانال ها تشکیل شد به نام زیلا یا که تاجیکستانی نو در زیلا و این کانال دعوت میکرد از بچه‌هایی که کسی مبارز است، سیاسی است، درد دارد، مشکلات دارد، بیاد فکر نظر خودش را بیان کند و با همدیگر یک ارتباط برقرار کنند. ما در اینجا ارتباط برقرار کردیم با بچه‌ها، بخش مستقیمش رو صحبت می‌کردیم و در اینجا دعوت شد از راهبر حرکت سیاسی گروه بسیار محروم عمرعلی قوتف و ایشان در یک چندین جلسات اومدن اشتراک کردن و ما در این جلسات به ایشان سوال و جواب کردیم و در روند همین جلسات ما از برادر سهراب ظفر که به اسم شم در زل شناخته میشد آشنایی پیدا کردیم و بسیار صحبت‌های کوتاه می‌کرد و این صحبت‌های ما از زلو به واقعیت پیوست و برادرمون نوردین رضایی که این حال به نظرم در تعطیلات است با ایشان با پیشنهاد ایشان که بیاید در مسجد پرسپک میر یک ملاقات حضوری انجام بدیم، برادران مبارز تصمیم گرفتن. ما اومدیم در این ملاقات‌های حضوری در مسجد پرسپک میر با یکدیگر دیدار کردیم و در این دیدار تصمیم گرفته شد که ما هر هفته روزهای جمعه در مسجد پرسپک میر در اینجا جمع میاییم و در اینجا میشینیم و در اینجا میدان میگذرونیم و این باعث گشت که ما در هفته‌های بعدش یک میدان در مسجد پرسپک میر انجام بدیم و مردم در اطراف ما جمع شوند. یک ملاقات بسیار خوب بود، مردم او را پذیرفتند و این ملاقات بسیار
برای برادر سهراب خوشایند بود. برادر سهراب ظفر اون زمان در دولت‌های عربی اگر اشتباه نکنم زندگی میکرد و پرواز کرد، به خاطر همین میتینگ ها و تشکیلات ها به مسکو برگشت آمد و در مسکو آمد. اولین کاری کرد روزی اشتباه نکنیم روزی عید قربان یا عید رمضان بود، یکی از عیدها بود و در روز عید ما باید همین مسجد پرسپیک میردم، ما باید یک تشکیلات میکردیم و در اونجا با هم جمع میشدیم و همین اعتراض را در نزد مسجد پرسپیک میر انجام میدادیم که روز عید یک مشکلات به میان آمد که بسیار سخت بود تشکیل کردن چون یک اعتراض، به خاطر که مردم بسیار زیاد آمده بودن، راهها بسته بود و مردم پراکنده شدن و این باعث گشت که ما ملاقات ها رو انجام ندیم. ولی من در جایی که تظاهرات باید انجام داده میشد به اونجا رفته بودم و مردم منتظر بودم، چون تشکیل کننده همین جمعیت ها بیشترش به عهده من بود و من باید این مردم رو به اینجا جمع می‌آوردم و در همین باعث گشت که برادر سهراب در زیلو که اون مدیریت اساسی زیل اون زمان، یعنی ما 5 نفر بودیم، یکی از اونها من بودم و باید تمام مردم رو جمع می‌کردیم. بسیار با آواز بلند درگیجه گفت که من گفتم برادر آرام شو، بیا من در همینجا منتظرم. میآید یک برادر بسیار جوان با نیرو با قدرت، اشکیا در چشم زدگی، بسیار جوان زیبا و میاد میگه که بچه چی گپ است؟ نمیاد. من گفتم برادر آرامتر باش، ان شاء الله که 3 روز پس دیگه جمعه است، چون میبینی حالت که راهو بسته است و روز جمعه نیز همین جو در این همین جایی که عین حال یکدیگر رو دیدیم و در همین جا چیکار میکنیم با یکدیگر ملاقات میکنیم. این اولین دیدار ما بود و من مطمئنم که این اولین دیدار سهراب ظفر با بچهای مبارز بود روبرو و ما از اینجا با برادر سهراب آشنایی پیدا کردیم و روز جمعه هم خوشبختانه توانستیم یک میتینگ بزرگ برگزار کنیم. نوارهاش هستن و سهراب در ظفر در اونجا سخنرانی میکند و صحبت خیلی قشنگی را میکند و این تظاهرات ها میتینگ ها خیلی زیاد شد و سهراب ظفر در مسکو بسیار تظاهرات رو انجام میداد و اگرچه در ظاهر بعداً انتخاب ها گذرانده شد که کی و کی در اونجا باید تمام تظاهرات ها رو به عهده میگیره پیش میبرد، اگرچه مرحله قوت برادر سهراب ظفر را انتخاب کرده بودن ولی بچه‌ها من انتخاب کردن که باید میتینگ ها را تشکیل میکردیم که بچه‌ها را دعوت میکردیم میبردیم، اما به هر حال من وقت نداشتم و تقریبا 80-90% از کارها دست برادر سهراب ظفر بود و تمام تشکیلات را چون کار نمیکرد بیکار بود و هدف اساسیش برای اومدن همین میتینگ ها بود. یعنی فکر کنید یک انسان از دیگه دولت پرواز میکند و میآید به خاطر تنها چی بودن در چنین یک تظاهرات ها در مقابل حکومت، میداند که این چیز خطر جدی دارد و این تظاهرات ها انجام شد. هر هفته ادامه میافت. غیر از این تظاهرات ها تمام ساختمان هایی که در اونجا استرایک میگیم به اصطلاح روسی اونجا بود دعوت کنی میرفت و هزارها دیدارها و ملاقات های دیگری هم انجام میداد. ما میرفتیم دیگر روزها با هم آش میکردیم، در یک جا میشیشتیم، در مسئله سیاسی صحبت میکردیم و همین گونه ادامه یافت و بعداً یادتون هست که حرکت سیاسی گروه 24 که بعداً سازمان جوانان برای ایالات تاجیکستان رو ساختیم و سهراب ظفر یک از تشکیل کننده های این سازمان هست و این سازمان رو وقتی ما ساختیم در روند تشکیل همین سازمان تصمیم گرفته شد که در شهرهای گوناگون روسیه چنین یک میتینگ ها و چنین یک دیدارها انجام داده شود و برادر سهراب ظفر اولین اشخاصی بود که با برادر مقصود ابراهیموف و دیگه برادرها به همین ملاقات ها سفر کردند و در چندین شهرهای روسیه از جمله نوسیبیرسک، یکاترینبورگ و دیگه سمر و دیگه شهرها تظاهرات ها کردند، دیدارها کردند. همین صدای مبارزین را، مجاهدین را، مخالفین را به گوش تمامی مردم تاجیکستان برسانند. شما یک چیز فقط تصور کنید که اون زمان تقریبا شبکه‌های اجتماعی نو به صحنه آمده بودند. یوتیوب اصلا اون زمان مشهور نبود، یعنی مردم تقریبا به یوتیوب دسترسی نداشتن، زیاد مشهور نبود. مردم نو به شبکه‌های اجتماعی می اومدن، نو ادناکلاستی که این چیزا رو بیشتر میفهمیدن، تقریبا به این سو اومده بودن و این فضایی که امروز ما داریم و که از یک مشکلاتی که در جامعه میشود در کوتاه‌ترین فرصت دیگر رو میفهمن، چون این حالت ها نبود و به مردم شبکه‌های اجتماعی را یاد دادن، به مردم از رحمان و فی ظالم حرف زدن جسارتش رو هر کس نمیکرد، مخصوصا برادر سهراب ظفر که اون زمان تو فکر کنید که مردم جسارت نمیکرد استعفای امام علی رحمان رو بگن. شما اولین نوار رو ببینید که شهرت قدرت وکیل شناخته در تاجیکستان وقتی که زندان شد، ما اولین نوار رو دراجه کردیم استعفا رحمان و استعفا رحمان 2 دقیقه است
در تمام شبکه‌های اجتماعی آواز من، آواز برادر سهراب و تمامی بچه‌ها در اونجا شنیده میشود که بار اول این کارو ما انجام دادیم که اون زمان مردم میترسید محترم جناب عالی بدون جناب عالی و محترم اسم رحمانوف در هیچ جایی نمیگرفتن. امروز رحمان فخر و خنگل تمام چیز نام میگیرن و این پیوسته کروی صاحبی برادر سهراب ظفر هست و این تا امروز یعنی ماها بودن همون مبارزه بردن و امروز فعالیت حرکت سیاسی گروه 24 فعالیت سازمان جوانان برای تاجیکستان برگرفته است. چون این یک بزرگ مردایی است که در گذشته خیلی تلاش زیاد کردن تا اینکه ماها را در راه مبارزه با استوار نگه بدارن. مسئله دومی که برادر سهراب ظفر مرحله دومی مبارزش آغاز یافت این در ترکیه بود. بعد از اون فشارهای زیاد برادر سهراب ظفر تصمیم گرفت که ماه اکتبر روسیه را ترک کند، مسکو را ترک کند، به استانبول سفر کند، چون در مسکو بسیار خطرها زیاد شد و برادر ما سهراب ظفر به ترکیه رفت و بار اول در ترکیه با برادر ما مرحوم عمرعلی قوتوف زندان شد و چند مدت در زندان شیشتند و بعد از یک مدت اونها را از زندان آزاد کردند و سپس عمرعلی قوتوف متاسفانه حکومت ظالم با دست نشان هایی که داشت به قتل رسان، به شهادت رسان و سپس شرافدین گدایف راهبری حرکت سیاسی گروه 24 انتخاب گردیدند و بعد از انتخاب شرافدین گدایف که 6 ماه تا 1 سال ادامه یافت، شرافدین گدایف توانایی اداری حرکت رو نداشت. جوانان مبارز و جسور این سازمان این جنبش تصمیم گرفتن که سهراب ظفر که من در اون انتخابات نیز وجود داشتم و قرار داشتم سهراب ظفر را به حیث راهبر انتخاب کنه و سهراب ظفر راهبری نوی حرکت سیاسی گروه 24 انتخاب شد. این مرحله دیگری زندگی سهراب ظفر از اینجا آغاز یافت. مرحله سومش که به حیث راهبر یک حرکت اپوزیسیونی مبارزه خود را ادامه بدهد. شما یک چیز را تصور کنید که در زمانی که سهراب ظفر حرکت سیاسی گروه 24 به عهده گرفت، در حرکت سیاسی گروه 24 هیچ نیرویی تقریبا باقی نمانده بود. تمامی ساختار از هم پوشیده بود. حرکت در یک حالت فرسودگی و پراکندگی و از بین روی قرار داشت و سهراب ظفر توانست این روند سخت را دوباره احیا کند، دوباره بسازد، یک چیزی که تقریبا از بین رفته بود و اگر سهراب ظفر این رو نمی‌ساخت در حدود نابودی قرار گرفته بود. و برادر سهراب این یکی از پیروزی‌هاش است که توانست این حرکت را بسازد و در جوده سیاست و در جوده تاریخ تاجیکستان یک راهی نوی را، یک چیزی نوی را بسازد. اینترنتی من مشکل دوستان صدای ما هست؟ چون اینترنت من اینجا می‌بینیم که یک مشکل داره. اگر صدای من باشه بنویسید چون می‌بینیم که اینترنت کمی مشکل داره. پس سهراب ظفر مرحله دقیق و پیش از همه خوبتر در دوران راهبریش بود که توانست دوباره جوانهای جسور این حرکت را بر بگرداند برای مبارزه و مبارزه‌اش را ادامه بدهد و ما توانستیم در با سهراب ظفر در یک مدت کوتاه دوباره ساختار حرکت سیاسی گروه 24 را بسازیم، در مرحله جدید سازمان را در عرصه بین المللی شناس بکنیم و در همین زمانی برادر سهراب ظفر بود که OBC یا که سازمان امنیتی همکاری اروپا بار اول از جانب حرکت سیاسی گروه 24 پیدا کرده شد برای مخالفان تاجیک و علاوه بر این در زمان برادر ما سهراب ظفر بار اول از مخالفان تاجیک توانستند به پارلمان اروپا بروند، با وکیلان اتحادیه اروپا ملاقات کنند. این دستاوردهای بزرگ بود و علاوه بر این توانست برنامه‌های گوناگونی را راه اندازی کند. برنامه صدای مردم، برنامه حق و باطل، برنامه خبر، برنامه بدون مرز و ده‌ها برنامه‌های گوناگونی که در تحت راهبری برادر ما سهراب ظفر برگزار شد. یکی از برنامه‌هایی که بسیار قوی بود و تأثیرش بسیار بسیار بزرگ بود این برنامه ملاقات امام علی رحمانو بود که بسیار برنامه تاثیرگذار بود و همین برنامه باعث گشت که حکومت از پشت سهراب ظفر شود و سهراب ظفر را به تاجیکستان ببرد. در این برنامه که سهراب مخصوصا تعرضی کرده بود، رحمانوف را با یک ملاقات گرم در هر کجایی که میرفت حرکت سیاسی گروه 24 در ملاقاتاش کار میکرد، او رو میرفت پیدا میکرد و دنبالش میگشت و ملاقات چکار میکرد، استعفایش رو طلب میکرد. ما میدونیم که در بار اول این کار در پراگ قرار گرفت که وقتی عمر رحمانوف سفر کرد به شهر پراگ، در اونجا برادران مبارز حرکت سیاسی گروه 24 در اونجا رفتن، استعفا طلب کردن و
با محافظای عملی رحمانوف درگیر شدن و بار دوم در کرملین، در نزد ارباب عملی رحمانوف در پایتخت روسیه در مسکو این ملاقات صورت گرفت که شهابالدین بدلov، رحمت جان محمد جان، ذوالفقار دیگه برادران مبارز در این ملاقات اشتراک داشتند و استعفای عملی رحمانوف را طلب کردند. و بار دیگر همونطوری که ما میدونید در خود آلمان وقتی که عملی رحمانوف با آلمان به گرمانیا سفر کرد، در گرمانیا یک ملاقات بسیار گرم صورت گرفت از جانب جوانان جسور که حرکت سیاسی گروه 24 و سازمان جوانان که اونها در اونجا توانستند به همون کاروان عملی رحمانوف تخم بپرتویند که اون تخم در ماشین عملی رحمانوف زد که این باعث گشت که در تمام رسانه‌های ازبکی و ترجیکی و عربی و انگلیسی و در تمام زبان‌ها، روسی و در همه جا از شرمندگی عملی رحمانوف، از آبروروی عملی رحمانوف صحبت شود. و بعد از بازگشت عملی رحمانوف این باعث گشت رحمانوف یک پروتکل را امضا کند که طبق اساس این پروتکل از دومی بازداشت سهراب ظفر شوند و بالاخره اول نسیم جان شریپوف رو دستگیر میکنند و سپس برادر سهراب ظفر برای گفتن نسیم جان شریپوف میرود و نسیم جان شریپوف برادر سهراب ظفر رو نیز دستگیر میکنند. و بعد از دستگیر برادر سهراب ظفر یعنی که به طور مرموز ناپدید میگردد و بعد از یک مدت یعنی 6-7 ماه معین میگردد که برادر سهراب ظفر در تاجیکستان است و در اداره امنیت نگاه کرده می شود و بعدا با یک درهای پوشیده او را بعد 30 سال محکوم کردند که 10 سالش زندان پرزور است. یک از بدترین زندان‌ها این زندان‌های پرزوری است که انسان‌ها رو در اونجا نگاه می‌دارند. یکی از برادرها در زندان قرار داشت، وقتی از زندان آزاد شد او به ما خبر داد که برادر سهراب ظفر در بدترین شرایط نگاهداری می‌شود، سلامتیش از دست داده است، سرش سفید شده است و ده چیزهای دیگری که واقعا نگران کننده است که در جامعه‌ای که 10 میلیون اهالی دارد چون این فرزندان جسور بناموس چیکار کرده میشوند؟ زندان کرده میشوند، در حالی که در روند دادگاهیش سخنانی که او گفت مندل چون این سخنان نگفته بود. همین را میفهمید شما. ولی مردم هندوستان توانستند مبارز خود را از زندان آزاد بگردانند، ولی ما مبارز خود را در زندان قدر نمیکنیم. ببینید صحبت‌های چیکار. من سهراب ظفر در روند دادگاهی چه حرف زد؟ گفت من از کسی پوره نگرفتم، حق کسی رو نخوردم، کسی رو نکشتم، هیچ کاری خلاف قانون بشری نکردم که پشیمان باشم و سازمان ما هم تروریستی و اکستریمیستی نیست. در روی دادگاه چنین یک حرف رو میزند. کدام یکی از مخالفین، کدامی از مخالفان دیگر کشور در روند زندانشون چنین حرفای جسورانه رو میزنند؟ همین رو میفهمید. افریقا توانست چندین نفرای بونفوذ خود رو خلاص بکند. هندوستان توانست، مالزیا توانست، اندونزیا توانست. چرا ما امروز نتوانیم؟ همین قرقیزستان همسایه ما چند مرتبه میشه فرزندایش زندانیش از زندان آزاد میکنند، ولی ما تا امروز نتوانستیم. این ننگی خیلی بزرگی برای ما است. برای همین دوستان گرامی شما میتوانید به سامانه رسمی سازمان جوانان برای یوی تاجیکستان پیوست شوید. در سامانه رسمی سازمان جوانان برای یوی تاجیکستان در اینجا من عین حال برای شما نشان میدیم. در اینجا در مورد برادرمون سهراب ظفر ما مقاله را نشر کردیم. شما میتوانید از این رسانه معلومات‌های رسمی سازمان جوانان برای یوی تاجیکستان را بخوانید و شما میتونید این تیرت اورگی یکی از سامانه‌های اساسی ما است که شما میتونید در این سامانه تمام معلومات‌های ما را رسما بخونید و درباره برادر سهراب ظفر نیز در اینجا ما معلومات نوشتیم. شما میتونید این معلومات را از اونجا پیدا کنید و این چنین سازمانی ما میتونید در اینجا پیام‌های گوناگونی رو راجع به هر معلومات‌های اخیر و هرچی که به سازمان ما ربط دارد میتونید از این سامانه تیرت اورگی پیدا کنید. همدیران و هموطنان عزیز، من امروز در 3 موضوع صحبت میکنم و موضوع اول ما موضوع برادر سهراب بود. من بسیار نگران هستم که همچون یک برادر و همچون یک رفیقی سهراب ظفر نمیتوانم امروز با او کمکی برسانم.
نه اینکه دست من کوتاه است که کمک مالی نتوانم برسانم، بلکه دست من کوتاه است که کمک من به دست او برسد. این واقعا نگران کننده است که یک برادر نزدیک در زندان است و تو نمیتوانی او را آزاد بکنی و این سخت‌ترین چیز برای سخت‌ترین ضربه برای هر یک مبارز است و برای همین ان شاء الله بیای برادرها با هم مبارزه را در راهی همین مبارزانی که زندان شدن ادامه بدیم. ما باید صدای سهراب ظفر باشیم. نبودن سهراب ظفر باید احساس نشود که رحمانوف هیچ وقت درک نکند که با بردن سهراب ظفر جای سهراب ظفر کم میشود. همونطوری که عمر القواتف را شهید کرد و جای عمر القواتف را دیگرها تنها نگذاشتن، باید امروز جای سهراب ظفر تنها گذاشته نشود و امروز ما باید در کنار برادرمان سهراب ظفر بیمونیم و راه او را ادامه بدهیم. دیگرها راه او را ادامه نمیدن تا زمانی که ما ادامه ندیم. برای همین امروز من و تو مبارزه سیاسی رو از تن برادر سهراب ظفر باید پیش ببریم و این فرض عین است به گردن هر یک از این ما و شما. به همین خاطر برادران و خواهران گرامی از همه شما خواهش میکنیم که تنها نگذارید و بیایید در کنار ما بمانید تا اینکه مبارزه را ادامه بدیم.